شب 2 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 21 دقیقه автомашина тамғай مرسدس بنز تحت اداره محتوجف عبدالله سال تولدش 1962 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت بارای کوچه جامی از سمت کوچه برباد به سمت کوچه نبیف شهر دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد سفر و منیره سال تولدش 1988 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر سفر و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده 4 ایون سال 2024 به هلاکت رسیده است. همچنین شام 4 ایون سال 2024 تخمیناً ساعت 21 دقیقه راننده автомашین تمغه دیوتیکو پنجیو بهادر سال تولدش 1993 ساکن نویه دوستی هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت نور وخش به سمت جماعت دیوت دی خانوباد امین نویه دوچرخران پریموف بختیار سال تولدش 1966 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران پریموف به سلامتی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 30 ساله ساکن شهر اسفره با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر گلستان در آمده از او مقدار زیاد میوه خشک زرد آلو را به مبلغ $300,000 امریکایی طریق غیر نقدی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را به پررگی برمیگرداند، اما نامبرده از این مبلغ $235,000 امریکایی را داده باقی مانده مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.